أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 72 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 73 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثالث والسبعون، یعنی درس 73. درس 73 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. اولین کلمه ای که میارد میگوید نجح. نجح یعنی کامیاب شد، پیروز شد. فعل مضارعش می شود ینجحو، کامیاب می شود، پیروز می شود. مصدرش می باشد نجاحون، کامیاب شدن، پیروز شدن. پس نجح ینجحو از 22 باب صرفی خوانده امان باب 3 هست. بابی که گفتیم شرط دارد که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس نجح لام باب حرف حلق است، در شرط باب 3 موافقت میکند. باب فتح یفتحو، پس نجح ینجحو از باب 3 هست. بعد از این میگوید حتما. حتما یعنی به طور حتمی، یا به طوری که ما شما میگیم حتما همون کارا بکن، حتما، یا بچون و چرا. میتونیم بگیم حتما رو ترجمه کنیم که بچون و چرا، یعنی بچون و چرا فلان کار رو انجام بده، یعنی حتما انجام بده. بعد از این میگوید مغرورون. مغرورون یعنی انسانی که مغرور است، فریب خورده. مغرور فریب خورده، یا انسان مغرور، ما شما مغرور میگیم به تاجیکی. بعد از این میگوید غرورون. غرورون یعنی هوا بلندی. غرور همچنین غرور به معنای تکبر هم میشود. اون انسان غرور دارد، یعنی تکبر است، کبر دارد و هوا بلند است. غرور هوا بلند. بعد از این میگوید اعما. اعما یعنی کور، کسی که چشماش نمیبیند. اعما یعنی کور. بعد از این میگوید بصیرتون. بصیرتون بینایی، چشم. بصیرت بینایی، چشم. جمعش بصائر، بینایی ها، بینایی های چشم. بعدش میگوید حقیقتون. حقیقتون حقیقت، به طوری که ما شما میگیم حقیقت است. حقیقتون حقیقت. جمعش حقائق، حقیقت ها. حقائق، حقیقت ها. بعدش میگوید سلبه. سلبه یعنی سلب کرد، به زوری گرفتش، یعنی فلان چیز را سلب کرد، یعنی گرفت. سلبه به زوری گرفتن رو میگویند، یا به معنای گرفتن. سلبه گرفت. فعل مضارعش یسلبو یعنی میگیرد. یسلبو میگیرد. مصدرش سلبون، گرفتن یا به زوری گرفتن. پس سلب یسلبو از 22 باب صرفیه که خوندیم باب 1 است. باب نصر ینصرو هست، باب ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید جعل. جعل یعنی گردانید. جعل به معنای گردانیدن میآید، همچنین به معنای قرار دادن هم میآید. جعل گردانید یا جعل قرار داد. فعل مضارعش یجعلو، قرار میدهد یا میگرداند. مصدرش جعلون یعنی گرداندن
یا قرار دادن. پس جعل یجعلو از 22 باب صرفی خوانده همون همچنین باب سیوم است و شرط موافقت میکند که عین باب حرفی حلق است. جعل به مثل فتح یفتحو، جعل یجعلو از سیوم بابی 22 بابی صرفی است از بابهای ثلاثی مجرد. بعد از این میگه زمرتون. زمرتون یعنی گروه، زمرتون گروه یا جماعت یا زمره از مردم یا قسمی از مردم یا گروه از مردم. زمرون گروه ها، جماعت ها یا گروه ها. بعد از این میگه فاشلون. فاشلون یعنی شکست خوردگی، فاشل است، شکست خورده است. یا میگن فلان انسان فاشل است، یعنی در کارش استوار نیست، کارش درست انجام داده نمیتواند. فاشلون یعنی که ناپره، فاشل به معنی ناپره هم میشود. یک کار انجام میتید میگه که این کارت فاشل است، یا فشله یعنی که ناتمام ماند. پس فاشلون در اینجا به معنای شکست خوردگی. جمعش میشود فاشلون، شکست خوردگی ها. فاشلون شکست خوردگی ها یا کامیاب نشده ها. فاشلون کامیاب نشد، فاشلون کامیاب نشده ها. بعد از این میگه قریبون. قریبون یعنی قریب، به تاجیکی میگیم قریب، نزدیک. بعدش میگه رأى بأم عینیه یعنی دید با دو چشمانش. رأى بأم عینیه دید با خود دو چشمانش. اینجا به معنای عینی چشم یعنی خودی چشم را در نظر دارد. رأى دید بأم عینیه با دو چشمانش. صدقون. صدقون یعنی راستی، صدق راستی. بعدش میگوید بقیه. بقیه یعنی باقی ماند. بقیه باقی ماند. فعل مضارعش یبقا، باقی میماند. یبقا باقی میماند. مصدرش بقاون، باقی ماندن. پس بقا یبقی، بقیه یبقا از 22 باب صرفی باب چهارم است. باب علم یعلمو است، اما این ناقص است. بقیه یبقا از باب علم یعلمو هست، اما این ناقص است، ناقص یایی. بعد از این میگوید طریح الفراشی. طریح الفراشی یعنی بیماری بستری، یعنی بیماری که بالای جاگه است، بیماری جاگگی میگوییم. بیماری که طریح یعنی بیماری که فراش جاگه بستر. طریح الفراشی یعنی بیماری بستری، بیماری جاگگی. کسی که بیمار شده گیم با جاگه افتیده است. بعد از این میگه ضاع. ضاع به معنای گم کرد. ضاع گم کرد. همچنین به معنای از دست رفت. ضاع از دست رفت یا گم کرد. فعل مضارعش یضیع. یضیع یعنی گم میکند. یضیع یعنی گم میکند. مصدرش ضیاع، گم کردن یا از دست رفتن. گم کردن یا از دست رفتن. پس ضاع یضیع از 22 باب صرفی باب دویم هست. باب ضرب یضرب است، اما این اجوف یایی است. این اجوف یایی است. به مثل باع یبیع هست. ضاع یضیع. ضاع از دست رفت یا گم کرد، یضیع از دست می رود یا گم می کند. بعد از این میگه ادرک. ادرک یعنی درک کرد، پیدا کرد. ادرک درک کرد یعنی فهمید یا پیدا کرد. پس ادرک از 22 باب صرفی باب هفتم است. ادرک فعل مضارعش یدرکو، مصدرش ادراک. ادرک یدرکو ادراک. پس اکرم یکرم اکرام از باب هفتم 22 باب صرفی است. باب ثلاثی مزید است. پس ادرک درک کرد و فهمید. یدرکو درک میکند، میفهمد. ادراکون درک کردن، فهمیدن.
بعد از این میگوید خطاون. خطاون خطا، با توش که میگیم خطا. خطاون یعنی خطا. بعدش میگه تفکیرون. تفکیر یعنی فکر کردن. تفکیرون فکر کردن، اندیشه کردن. این تفکیر مصدر هست. این تفکیر مصدر است، از باب 8 هست. فکر یفکر تفکیرون. فکر فکر کرد، اندیشه کرد. یفکر فکر میکند، اندیشه میکند. تفکیرون اندیشه کردن، فکر کردن. این مصدر است از باب 8، باب فرح یفرح تفریح. بعد از این میگوید مرضون. مرضون یعنی بیماری. مرض بیماری. جمعش میشود امراضون، بیماری ها. امراضون جمعش است یعنی بیماری ها. قاتلون. قاتل ما شما با توجه که میگیم قاتل است، از بین برنده است، کشنده است. بیماری کشنده، بیماری قاتل. قاتل یعنی کشنده. بعد از این میگوید یجب علی، واجب است بر. یجب علی واجب است بر. یجب فعل مضارع است، فعل ماضیش وجب یجب است. واو در فعل مضارع حذف می شود. قاعده‌اش در گذشته گرفته بودیم که واو ساکنه بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی واقع شد. از این حساب واو حذف شد. اصل یوجب بود. وجب یجب در اصل یوجب بود. واو حذف شد به مثل یضرب بود. اما قاعده‌اش در صرف و در درس‌های گذشته هم گرفته بودیم. بعد از این میگه تخلص من. تخلص من یعنی خلاص شد از. تخلص یعنی خلاص شد یا رها یافت از. خلاص شد، رها یافت. تخلص از 22 باب صرفی باب 13 است. باب تکلم یتکلم تکلما. تخلص یتخلص تخلصا از باب 13 است. تخلص رها یافت یا خلاص شد. یتخلص رها می‌یابد، خلاص می‌شود. تخلصا رها یافتن یا خلاص شدن. بعد از این میگه ردد. ردد یعنی تکرار کرد. ردد تکرار کرد. ردد از 22 باب صرفی باب 8 است. ردد فعل مضارعش یردد، مصدرش تردید. تردیدون. ردد یردد تردیدون به مثل فرح یفرح تفریح باب 8 است. ردد یعنی که فکر کرد. یردد فکر میکند. تردیدون فکر کردن. بعد از این میگه یا للخسارتی. یا للخسارتی یعنی چی تلفاتی. یا للخسارتی یعنی چی تلفاتی. این عباره یا للخسارتی برای اظهار ندامت و پشیمانی هست. یا للخسارتی یعنی چه تلفات و چه ضرری. بعد از این میگه یا للاسفی یعنی چی قدر متاسفم یا چی قدر متاسفانه. این شب همچنین برای عباره اسلوبی ندامت و عدم رضا هست. بعد از این میگوید متاسفون. متاسفون یعنی متاسفانه. با توش که ما شما میگیم که متاسفانه. این متاسفون کلمه‌ای برای معذرت خواهی است. متاسف را چون میتونیم ترجمه کنیم که معذرت میخواهم یا معذرت به معنای معذرت یا به معنای عذر خواهی. متاسفون یعنی عذر خواستن. متاسف عذر. بعد از این میگه العفو. العفو یعنی بخشش. العفو یعنی بخشش. بعد از این میگوید یا العفو به معنای ببخش میشود. العفو یعنی ببخش. العفو ببخش میشود به معنای بخشش میشود. بعد از این میگه انا متاسف علی الازعاج یعنی من عذر میخواهم، من بخشش میطلبم. زیرا که متاسف گفتیم کلمه عذر خواهی است، کلمه معذرت خواهی است. هر کلمه عذر خواهی را بیاریم در جاش بمونه میشود. یعنی که من معذرت میخواهم یا من عذر میخواهم یا من بخشش میخواهم. علی الازعاج برای تشویش دادن، برای ناراحت کردن. ازعاج درس گذشته گرفته بودیم به معنای ازعج یزعج و ازعاج به معنای
ناراحت کردن، تشویش دادن، غم دادن، یعنی که من معذرت میخوام برای غم دادن. بعد از این میگه من کل بودین. این کلمه من کل بودین همون کلمه فی کل حالین هست در عربی. من کل بودین یعنی فی کل حالین، یعنی در هر حالت. فی کل حالین در هر حالت یا در هر حال. من کل بودین در هر حال. بعد از این میگه ما زال یقولو، هنوزم میگوید یا بر دوام میگوید. ما زال یقولو، ما زال از افعال استمرار است اخوات کانه، به معنای هنوزم، به تکرار، هنوزم یا به تکرار میگوید. بعد از این میگه فإن، پس هر آینه. فإن پس هر آینه. پس این هست کلمه های نوی درس 73. با همین کلمه های نوی درس 73 به آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 73. صاحب کتاب در حوارش میارد میگوید انا ذکی و کل المعلمین و الطلاب یعرفون ذلك سأنجح فی الامتحان حتما. یکی از طالب ها این گپ رو گفت است، یکی از دانشجوی ها این گپ رو گفت است که انا ذکیون، من بسیار ذکی هستم، هوشیار و ذکاوتمند و چالاک هستم. و کل المعلمین، و همه معلم ها، و طلابی یعنی همه طالب ها، همه دانشجویان، یعرفون ذالک میدانن این را، یعنی چالاک بودن این را میگه همه میداند. سأنجح فی الامتحان حتما، بزودی کامیاب میشوم در امتحان، در اگزمین. حتما یعنی بچون و چرا، حتما در امتحان پیروز میشوم. میگه انا ذکیون و کل المعلمین و الطلاب یعرفون ذلك سأنجح فی الامتحان حتما. من چالاک و زیرک هستم و همه معلم ها و دانشجویان میدانن این را، به زودی کامیاب میشوم در امتحان حتما. پس و طلابی این واو عاطفه است، طلابی عطف است در جای معلمین. معلمین مضاف الیه هست، در حالت مجرور علامت جرش یا است، جای مذکر سالم. طلابی عطف در جای معلمین است، مجرور هست. بعد از این میگوید لا تقل هذا یا عادلو فانت مغرور. میگوید که نگو این را ای عادل، پس تو مغرور هستی، فریب خورده هستی. لا تقل، نگو. لالای ناهیه آخر فعل مضارع را جزم میکند. نگو هذا این را، یعنی این گپ را نگو. یا عادلو ای عادل، پس گوینده این گپ اولینه کی بوده است؟ عادل بوده است. فانت مغرور، پس تو عادل مغرور هستی، پس تو عادل فریب خورده هستی. میگوید که والغرور اعمى بصیرتک عن رؤیت الحقیقتی، یعنی که غرور و هوابلندی و تکبری، غرور گفتیم هوابلندی یا تکبری، اعمى بصیرتک کور کرده است، اعمى کور کرده است، بصیرتک بصیرت و بینایی تو را، عن رؤیت الحقیقت از دیدن حقیقت. پس اعمى در اینجا فعل ماضی بوده است. در بالا گفتیم اعمى کور، اما اعمى این فعل چی بوده است؟ فعل ماضی بوده است. این را دقت بدید. این را اعمى را ما کور ترجمه کردیم. میشد به معنای کور. اعمى یعنی انسان کور، انسان کور اگر صفت باشد. اما اینجا این صفت نیست، اینجا این فعل است. اعمى یعمی، اعمى کور کرد، یعمی کور میکند، اعماء کور کردن، از باب هفتم است. پس اعما به معنای کور کردن بوده است، این فعل بوده است. از این حساب دقت بدید. میگه والغرور اعما بصیرتک عن رؤیت الحقیقتی، یعنی هوابلندی و تکبری کور کرده است بصیرتک، بینایی چشم تو را، یعنی بینایی چشم تو کور کرده است، عن رؤیت الحقیقتی از دیدن حقیقت. دیگه حقیقت رو نمیبینی از کبر و از هوابلندیت. بعدش میگوید اینک لا تعرف ما سیکون فیما بعد، هر آینه تو نمیدانی چی میباشد در آینده. فیما بعدو یعنی در آینده. اینک لا تعرف، هر آینه تو نمیدونی، ما سیکون چی میشود، چی میباشد،
فیما بعد در آینده. بعدش میگوید ان الله قادر علی ان یسلبک النجاح و یجعلک فی زمرة الفاشلین. یعنی که هر آینه الله سبحانه و تعالی قادر و تواناست که ان یسلبک، هر آینه بگیرد از تو، برای اینکه بگیرد از تو النجاح، کامیابی رو، الله بگیرد از تو کامیابی رو، و یجعلک فی زمرة الفاشلین، و قرار بتید تو رو یا بگرداند تو رو از جمله، فی دیگه به معنای مین است، از جمله فاشلین، از جمله شکست خورده ها، از جمله کسانی که در امتحان ناکام ماندن. میگه ان الله قادر علی ان یسلبک النجاح و یجعلک فی زمرة الفاشلین. هر آینه الله سبحانه و تعالی قادر است، توانا است این که بگیرد از تو کامیابی را و بگرداند تو را، قرار بتید تو را از گروه شکست خوردگی ها. بعد از این میگوید که الامتحان قریب یا مجاهد و سترى بأم عینیک صدق ما اقول و انها هی الحقیقه. میگوید که الامتحان قریب، یعنی امتحان نزدیک است، یا مجاهد، ای مجاهد، اکنون عادل مجاهد گفته سی، امتحان نزدیک است ای مجاهد، و سترى بأم عینیک، و بزودی میبینی با دو چشمانت، صدق ما اقول، راست بودن آن چیزی را که میگویم، و انها هی الحقیقه، و هر آینه همون، یعنی همون چیزی گفتگیم، هی الحقیقه، همون حقیقت است، یعنی دلش از خودش پر است که در امتحان کامیاب میشود. الامتحان قریب یا مجاهد و سترى بأم عینیک صدق ما اقول و انها هی الحقیقه. امتحان نزدیک است ای مجاهد و بزودی میبینی با دو چشمانت راست بودن آن چیزی را که میگویم، و هر آینه همون چیزی گفتم حقیقت است. بعد از این میگوید مرض عادل و بقی طریح الفراش اسبوعین و فاته الامتحان و ضاعت علیه السنة کاملة و ادرک خطأ تفکیره و انه کان حقا فی الغرور و ادرک ان الغرور مرض قاتل یجب علی المسلم ان یتخلص منه و ما زال یردد یا للخسارة یا للاسف. میگوید مرض عادل، بیمار شد عادل، کسل شد عادل، و بقی طریح الفراش اسبوعین، و باقی ماند بیمار بستری، بیمار جاگگی 2 هفته، 2 هفته از جاگش خسته نتوانست. و فاته الامتحان، امتحان فوت شد، امتحان گذشت، امتحان دریافت نکرد. و ضاعت علیه السنة کاملة، و ضایع شد، یعنی از دست رفت بر همین عادل السنة کاملة، 1 سال پر، 1 سال پر را از دست داد، یعنی امتحان در آمده نتوانست. و ادرک خطأ تفکیره، و فهمید، درک کرد، فهمید خطای فکرش را، خطا بودن فکرش میگه فهمید. و انه کان حقا فی الغرور، و هر آینه همون عادل کان حقا فی الغرور، واقعا، کان حقا ترجمهش واقعا در غرور بود، یا حقا واقعا کان بود در آخر ترجمهش میکنیم. و هر آینه عادل واقعا در غرور بود، این کانه در آخر ترجمه کنید. و انه کان حقا فی الغرور، و هر آینه عادل واقعا در غرور و در هوا بلندی و در کبر بود. و ادرک ان الغرور، و درکد عادل، ادرک فاعلش عادل است، و درکد عادل ان الغرور مرض قاتل، هر آینه تکبری و هوا بلندی مرض قاتل، بیماری قاتل هست، بیماری هلاک کننده هست. یجب علی المسلم ان یتخلص منه، واجب است بر مسلمان ان یتخلص منه، خلاص شود از همون بیماری غرور. ان یتخلص، این که رها یابد، خلاص شود از بیماری غرور. و ما زال یردد، و هنوزم یا تا به حال یردد تکرار میکرد،
یرددو تردید، تکرار کردن. و هنوزم تکرار میکرد. چی میگفت؟ یا للخسارتی، یعنی چی تلفات، چی ضرر، یا للاسفی، چقدر متاسف هستم، چقدر پشیمان هست. پس این تعبیر از حسرت و عدم رضاش است، یعنی که از اون گپای گفتگیش ناراضی شد، حسرت و پشیمانی و واویلا میخورد، دیگر براش فایده ندارد. پس این یا للخسارت یا للاسفی، اینها برای گفتیم تعبیر از حسرت و عدم رضا هست. میگد مرض عادل و بقی طریح الفراش اسبوعین و فاته الامتحان و ضاعت عليه السنة كاملة وأدرك خطأ تفكيره وأنه كان حقا في الغرور وأدرك أن الغرور مرض قاتل يجب على المسلم أن يتخلص منه وما زال يردد يا للخسارة يا للأسف. بیمار شد عادل و باقی مان بیمار جاگگی مدت 2 هفته و دریاب نکرد امتحان را و فوت شد، یعنی ضایع شد یا از دست داد 1 سال پره را و فهمید خطای فکرش را، خطا بودن فکرش را فهمید و هر آینه همون عادل واقعا در هوابلندی و در کبر بود، تکبر بود و فهمید که غرور و تکبری، هوابلندی بیماری هلاک کننده است. واجب است بر مسلمان که خلاص شود از غرور و از هوابلندی. و هنوز تکرار میکرد چه تلفات، چه ضرر کلانه، چقدر متاسف هستم. بعد از این میگوید اذا كنت في مصر فزر آثارها التاريخية من كل بد فإن فيها آثارا تاريخية كثيرة. میگوید که اذا كنت في مصر، هرگاهی که بودی در مصر، اذا كنت في مصر، یا اگر باشی در مصر، فزور آثارها تاریخیه، پس زیارت کن اثرهای تاریخیش را، اثرهای تاریخی مصر را. من کل بدین، یعنی فی کل حال، در هر حالت باشد، در هر حالت باشد زیارت کن. فإن فيها آثارا تاریخیه کثیرة، پس هر آینه در همون مصر اثرهای تاریخی بسیار هست، اثرهای تاریخی بسیار هست. پس اذا شرطیه است، کنت فی مصر فعل شرط، فزور این جواب شرط است. فزور بس زیارت کن آثارهای تاریخیش را، یعنی که از چشم عبرت رفته ببین چیزهای تاریخی را، چیزهای تاریخی را از روی عبرت نگاه بکن. اما همچون بزرگ داشت رفته زیارت کردن، این حرام است، جایز نیست. اما اینجا در فزور میگه زیارت کن از روی عبرت، برو تماشا کن از روی عبرت گرفتن که چقدر کافرهای کلان یا در تاریخ چی چیزها گذشتگی هست برای عبرت گرفتن. میگه اذا كنت فی مصر، هرگاهی که در مصر باشی، فزور آثارها تاریخیه، پس از روی عبرت زیارت کن یا تماشا کن آثارهای تاریخیش را. من کل بدین، یعنی فی کل حال، در هر حالت. فإن فیها آثارا تاریخیه کثیرة، پس هر آینه در مصر آثارهای تاریخی زیاد هست. بعد از این میگوید انا متاسف علی الازعاج، انا متاسف علی التأخر، انا متاسف نسیت ذلك. ببین همه اینا متاسف در این جده ما گفتیم کلمه معذرت خواهی است. در جای کلمه متاسف هر کلمه عذرخواهی را بمونه در ترجمه جایز است. انا متاسفون یعنی من بخشش میپرسم، متاسف بخشش میپرسم عذرخواهی است. یا انا متاسفون من معذرت میخواهم، معذرت خواهی عذرخواهی است. انا متاسفون یعنی من تأسف میخورم یا متاسفانه، هر کدامش که بمونیم ترجمه عذرخواهی، کلمه های عذرخواهی را جایز است. انا متاسف علی الازعاج،
یعنی من معذرت میخواهم برای تشویش دادن، برای ناراحت کردن. انا متاسف علی التأخر، من معذرت میخواهم، من بخشش میخواهم برای دیر کردن. تأخر یعنی دیر کردن، برای دیر کردن معذرت میخواهم، بخشش میخواهم. انا متاسف نسیت ذلك، من معذرت میخواهم، من بخشش میخواهم. نسیت ذلك یعنی فراموش کردم اون را، برای فراموش کردنم معذرت میخواهم. پس این هست حوار و گفتگوی درس 73. با همین درس 73 به پایان رسید. تا درس آینده، تا درس 74 یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.